خب درود و عرض احترامات هموطنای عزیز. به نهایت امیدوارم که یک و یکتون خوب باشین، سلامت باشین. انا یک دو مسئله در صحبت کردنیم. این مسئله یکی است که شما در اصلا نمیفوره، اصلا دیگر شما را ناراحت میکردگی مسئله هست. انا به هر دیگر ناراحت همشه که بشینم که صحبت میکنیم. یک کم ترک هموطنای عزیز باید همین انسانیت بگیم که کنترل باید داشته باشه. کم ترک در گفتگی سخنهاش مثال منطق باید باشه و بعدا کمی اسنادها قطعی باید انسان صحبت کنه. در اصل اگر که اسناد نداره یا نمیدونم یک چیزی که از میبروی از پیش خودش میگه، این تنها فکری خود یا که همون بگیم همون چیزی اما از خودش است، او دیگر یگان چی نداره، تعلق به یگان کس نداره. من در فیسبوک یک چند کلمه مونده بودم که همون کلمه اوتا و چا یک چند تا چیزی دیگر. علیکم سلام. و گفتم که این کلمه های قلقی هست. اوتا، اوچا، بابا، ماما، اینو کلمه های قلقی هست. چرا در مثال در تاجیکیش چی میشود گفته بودم. و بگیم که گفتن که کلمه های از عربی گرفته شده، این دیگه کلمه های تاجیکی از فارسی هست. اوتا و چشم داخل نداره. یعنی یک کم ترک انصاف، ناموس، شرم، حیا هم در کار است در بعضی جاها که ما هم ادبیات فارسی و زبان پارسی را هم خوب میدونیم. ما دیوانه نیستیم. من موندم نه که همین اقرار شدن قین بود از شما دا، ولی کرتا چکن هم مونده بودم. درباره کرتای چکن گپ زده بودم، موردی همون چیکن. من این را او تجنید کردم، بر اومدم از همون کهنه های خدمو. یعنی چیکن همون پچت میشوه، یعنی که با همون روسیش پچت، با قلقش چیکن میشوه. هر یک چیزی ده که نقش انداختن، هر یک چیزی که نقش انداخته شد او چیکن می شود. یعنی این کلمه گفتم کلمه همین نقش اندازی این چیکن است. یعنی که از همین چیکن امروز آمادگی است و این چکن گفتگی با تاجیک تعلق نداره، واقعا نداره. من این را همه هیستوریاشون را گفتم از تمام جا که این کلمه از کلمه چیکن یعنی پچت، یعنی گل، نقش آمده بر آمده کمی همون ای را جاش علی شدگی است با ا، چیکن نه و چکن شدگی است. کم ترک خیلی که زبان پارسی پر علیش کردن، خاطری که عربا په گفتن نمیتونستن بگیم ف گفتن، فارسی گفتن. خیلی بازن یک حرف میتونه که علیش شود. نه که دوستایی که از کلمه چک چک گرفته شدگی است، معناش باران میباشه، چکن میشود. در اون چکن یگان نقش باران دیده نمیشود که از کلمه چک گرفته شده باشه. خلاص همین نمیدونم از کلمه عربی ات گرفته شدگی است، از کلمه عربی اتمن گرفته شدگی است. همین فلسفه بافیده بسیار زور، همین بعضی انسان ها بسیار مهارت زور دارن در فلسفه بافی و در سخن بافی. از کلمه اتمن گرفته شده اتمن شدگی بوده است، از کلمه ات گرفته شده اوتا گرفته شدگی بوده است، از کلمه اچ گرفته شده اوچا گرفته شدگی بوده است،
یعنی که این تماهایی که همون بافتن است واقعا این همین کوشش نکنین نسل نو یک همون پیشترتون بعضش نه کنکرت نه اینفرماسیون نودرس قد سرش مورا پر کدگی امروز دورین همین روز دو آماده رسیدگی هستین که فقط همون مان بدم که ما او روز گفتم مثل پامیری ها تاجیک نیستن ریال نه سمرقندی ها تاجیک نیستن بخاراگی هم تاجیک نیستن خوجندی ها هم تاجیک نیستن سعودی ها ما ایره ریال نه از هیستوریاش از کارنش گرفتم گفتم میگه که واقعا تاجیک نیستن تاجیک گفته کدام ایره میگفتن از بلخ به همراه سامانی آمدگی انسان ها خود تاجیک میگفتن اینا پارس زبان هستن من نگفتم که اینا پارس زبان نیستن اگر که هر که پارس زبان باشه تاجیک باشه پس کردو هم تاجیک هستن ایرانی ها هم تاجیک هستن هندو هم تاجیک هستن اونا هم بعضیاشون زبانش پارسی است پس دیگه پاکستانی هم تاجیک هستن دیگه اما تاجیک هست دیگه در این روی دنیا دیگر انسان وجود نداره اگر که بگیم همون هر کی که پارسی گپ زد و تاجیک باشه برای چی؟ برای اون که من گفتم که ها عصرهای 7 8 بگیم که 6 5 کگانات قلقا ویژول گیریم که آمدن از تشکیل شدن از کوی علتا و جونگر آمدن ایجا بدن سمرقندی ها بدن بخاری ها بدن بخاراگی ها سوغدی ها بدن بدخشی ها بدن اینا تاجیک نیستن اگر نمختونا دار بکشن یا را تاجیک بگن یا تاجیک نیستن این کلمه ترمینی تاجیک بعدن پیدا شد در عصر 11 ترمینی تازی پیدا شد خودش نه که تاجیک تازی پیدا شد یعنی که تازی فخر شد استاتوس شد که تازی بدن استاتوس شد در عصر 11 در زمان قرخانی ها یا را استاتوس دادن تازی گفته تازی ها گفته یه تو وقت بگیم تازی یگان استاتوس نداشت نامی تاجیک ما ایره اثبات میکنم فقط دلیل اسناداش خطی حجتاش خطی سخنی ما نیست اما برای چی سوغدی ها وقتی میپرسیدن که کجاگی هستی میگو من سوغدی هستم این درست میگه سوغدی هست خیلی بیاین شاعرها مونا نگاه میکنیم گذشت ها مونا نگاه میکنیم با کدام ناما ثبت چیدگی هستن الخوارزمی تاجیک گفتگی نیست الخوارزمی محمود القشقری گفتگی نیست محمود الازبکی فلانی یعنی او انسان ها همون آمد داشتن 2-3 سال پیش میفهمی نمیره یا که فلانی البدخشی فلانی السوغدی این ریال نه هستی چیز چون میکنن ترمینی قفاده کشیده این ملت آورده تاریخی پیش گم کرده ایرا میگن که تاجیکانی یا تاجیکان نیستن یا بعدن در همی ترمینی تاجیک وارد چیدن ایرا توغری قبول کنه و یگان جای بعدی هم نداره مثال گیریم ما قلقا نه قبیله در زیر قلق نامی قلق وارد چیدیم که هر یک قبیله نامی خود چه داره چگیل دیگر بگیم بلاق دیگر رو نام دارن نامی خود چون اویماق چپه و علف همه نامی خود چه داره نیکی قلق شدن اینو ترمین قلق بعد از این قرخانی شدن این نرمال است یگان جای بعدی نداره اگر که اینو خواهن سوغدی ها خواهن بگن که ما تاجیک هستیم این حق داره گفتن ده هیچ که را زپرت کردن نمیتونه هر ترمین ده خود چه خواه نه که شما یا را تینود کردن این درست است من تو امروز نمیخوام خدمه ازبک بگم همین خلاص خطیه قرخانی ها بعدن ازبک قرغز قزاق ده تقسیم شدن یعنی این زمین ها ده بدگی ها موندن خلقش ایش قبول که ترمینی ازبک دیگرش قبول که ترمینی قزاق دیگرش قبول که ترمینی قرغز دیگر قبول که ترمینی ترکمن همه دنیا ده بگیم قلق هستن یعنی قرخانی ها از قلق کگانات قلق تو قرخانی تو امروزه تقسیم شوی ازبک قزاق قرغز ترکمن دنیا ده همه قلق هستن یعنی همش ده هستن خود دیگر قبیله ها هم وجود دارن
که از دیگر قبیله ها اومدن ترمین ازبک، ترمین ترکمن، ترمین قلق، قزاق، ترمین قرغیز قبول کردن. این یگان جای چی نداره و ما قبول نکردم، نه قزاق نه دیگر چه. من ترمین قلق خدمت ایستادم. خلاص امروز خوجندی هم یک داره که قبول کنه ترمین تاجیک، قبول کنه و که خواهش داره، اختیار داره، قبول نمیکنه. میگه من در تاجیکستان هستم اما من خوجند سوخدی هستم، تاریخی من از سوخده است، من سوخدی هستم، من قبول نمیکنم تاجیک بدنم. میگه خلاص این حق ای داره و این را تینود کردن یا که خودتون در تاریخ این آمده پیوست کردن، این اوج اشبکه شما است. همون تاریخ سازایی که کرده ایستادین، که کوشش کرده ایستادین تاجیک بسازین، این اشبکه شما است، ریال نه اشکتون است. یا که بگم که مردم بدخشان خواه میگه من تاجیک هستم، خواه میگه که من حاضر دولت تاجیکستان نام داره، یگان جای بعدیش نیست، من تاجیکستانی هستم اما من تاجیک نیستم. این حق داره گفتن ده، بگه که من بدخشیم. میفهمین؟ من بدخشی هستم، برای که تاریخ ما 2,500 سال ریشه میگیره. ترمینی تاجیک نه اینا 400 سال میشه، 500 سال میشه ریشه گرفته گشته. یعنی ما 2,500 سال تاریخ ما تای خاک نمیبرم. خب این حق ای داره، این حق. برای چی تاریخ قراخانی ها امروز در ازبک، در قرغیز، در دیگر کس داخل داره، یعنی که حق داره نیرا گفتن ده. خاطری ها که همون قبیله ها، همون خلقیت ها همین ترمین ده گذاشتن. این تاریخ از اینا هم است. ایرا ما گفتن نمیتونم که خاطری که ما ترمینی قلق خطی اومدیم، این تنها در ما داخل داره، این در ازبک داخل نداره، در قرغیز داخل نداره، در قزاق داخل نداره. این تاریخ گفتن این نادرست است. برای چی؟ برای که اینا را ترمیناشون علی شید، تاریخشون ایستادگی است. ترمینولوژی نام ایواز شید، تاریخ ایستادگی است. وقتی که شما درست هضم کردن نمیتونین و درست درک کردن نمیتونین، نمیدونم یک کس نوشتگی را میگیرین میوره، یک برادر محمد اقبال یک استاتیا پارتوفته است همون از تاریخ. من اولین بار دیدم که تاریخ از 11ام عصر سر میشوه با طرفی بگیم که 5م 6م عصر میروه، نه برات نوشته شدگی است. 11ام عصری کار کردن، بگیم 10م عصری کار کردن، 9م عصری کار کردن، 8م عصری کار کردن، 7م عصر. یعنی که ما اولین بار دیدم که تاریخ چپانه نوشته میشوه. خندم گرفت که همون تاریخ نویسی بگیم همون زمانی همون تاجیک بگیم و پارس بگیم نمیدونم کوشش کردگی است ماکسیمال درجه همون جایهای بخت قلای بگیره و دید است که در عصر 11 جای قلای داره، دید است در عصر 9 یک قلای داره. اگر این خیل توغری بنویسه برای که اومده دوامش کنی گفتگی گپ میشوده، نبرات بنویسی او را همون سمیسلش گم میشوه. 10م عصر مثلا 11م عصر نه خیلی بود، 10م عصر نه خیلی شد، 9م عصر خیلی شد، اوجه نبرات سمیسلش گم میشه. برای همون نوشتگی آدم خیلی با کلا بوده است، ماکسیمالی نبرات نوشته است عصر را. به هر حال امیره نوشتگی است، خیلی هست نیست، اما این باعثی بگیم جنگ جنجال بحث نیست. این باعثی است که باید ما ایرا پاپولوچ کمانیم. شما کوشش میکنه که در اینجا قلق، یعنی که حاضر عین حال کوشش کردین اول قلق صدا بلند نکنه، حقش طلب نکنه، نامش طلب نکنه و گویا که قلق وجود نداره در دنیا شما هستید. و این کار حل شد، بدخشانی ها در گذشته کوشش کردن که بدخشانی ها را رستبتت کنین، حالی که سوخدی ها خاموشن. سوخدی ها میگن ما ما تاجیکیم. اگر او هم بگردن بگن که این از تاریخ ما از 2,500 سال تاریخ خبر دارن، حالی شما عجیبیش داری است که تاجیک تاریخش آوردن در کی پیوست کردن، خطی مکیدونسکی جنگ کرده بود، نامش از خاطرم رفت. راستی من متاسفانه کمتر نامو از خاطرم میروه. سپیتامن آوردن تاریخ تاجیک در سپیتامن پیوست کرده استن، میگه سپیتامن مایم. یا استغفرالله، سپیتامن سعودی است تو تاجیک نیست. اگر سپیتامن اوزی میبود، اگر همین گپ تو نمیشنوید کو شمشیر هم میگیره مکیدونسکی را طرف میمون داخل شما وارد میشید. تو چیکار کردی استی مرا؟ برای اما برادرای عزیزم، آدما گوناگون از هر جا از هر طرف آمدگیان، کشیدگیان، اینجا تهجایی ها هم است،
بعدن دیگر آمادگی ها هم است، خلق هم آمادگی است و همون تهجای هم آسمان غلطیدگی نیست. این مینه در همونجا او هم همون زمانی خودش در بگیم آمادگی است، از کجایی از چیز پیدا شدگی است. اینجا اومده پیشتر تهجای شدگی، بدتر آمادگی است و بدتر بعد از او بگیم که آخران همی سومانی آمادگی هستن این منطقه ده از بلخ. یعنی که همون خودی همین مردمی همون نگاه کنید چهرهش خودش جدا کرده میستودگی مردم که فرق میکنن از سوخدی از بدخشانی. هم تا نگاه کنید چهرهش هم معلوم است از کجا است. یعنی که طرف بیشتر عرب ایران ده مانندی مردم ها همون ژنتیکای شما این آخران بگیم که همون آمادگی در آخران پاتوکی پریجدی هم اولادای بگیم شما هستن. یعنی که آخران پاتوکش در اونجا اولادای شما هستن. این چیزا توغری قبول کنین و این چیزا درست قبول کنین. این جای پس زنی نیست، شما را بلند برداری نیست. یعنی که اون چیزی نیست که اگر یک چیز در شما در مینوس شما باشه این تحقیر باشه و یا که نمیدونم یا تو کوشش کنی که نمیدونم یک زینه از ما بالا باشه. این را من نمیمونم پاپولوچکا زینه را، این زینه را بگیم تاریخ ماندگی است. و اگر که ما بگردیم فقط نمیدونم یک دتایی که همون امروز همون پروپاگاندا یا که چی میشه و بگیم که همون بابا جان غفور و غیره نوشتگی را اگر ما نگاه کنیم در اینجا آوردگی است. سوخدیار هم تاجیک نوشتگی است، بدخشیار هم تاجیک نوشتگی است، دیگران هم تاجیک نوشتگی است. این کوشش کردگی است که بابا جان غفور ترمینی تاجیک از این کنه، نامی تاجیک از این کنه. در اصل اگر بگیریم در اینجا بگیم که پیش از این اگر که اون درست می نوشت میگفت که یعنی که ترمینی و سوخدی را بیشتر می نوشت، تاریخی ها که بدخشی را بیشتر می نوشت، برای که اینو ریشه قدیم داره. و 751 سال وقتی که هفتم عصر ما بینش در کگانات قلقا میدنن خیتایی را شکست میتن، وقتی زمین ها را بگیم ولیانی خیتایی در ولیانی قلقا میگذاره و بدخشی ها بدن در اونجا بدن، هیچ کاری را انکار کرده نمیتونه. و سوخدی هم بدن و مردم بخورو هم بدن. اینو یگان بار کلمه توجیه که ایره ترمین کدگی نبودن او عصر ده. و تو عصر 11 را بگیم که همچون عصر 11 در توضیح قدر گرفتگی است. بدروی تاریخ های دیگه دولت ها بخونین، یعنی دیگرها چی نوشتگی است برای ما و شما. نمیشه و ما بگیم که بابای ما برای ما را نوشتگی است، این همی کافیست برای که در اینجا کلن تعریف تفسیه من است. یعنی که ای است. و در برای اگر کلمه ها بیاییم، کلمه های اوتا، اوچا، بابا، ماما این اصلا با پرسی یگان رب نداره، یگان جوش نیست. اکا، اوکا، یعنی که این کلمه هایی که هست که کلمه های ترکی است. یعنی خیلی چکن نیست، یگان رب نداره با پرسی بگیم این چیز نداره. و در جایی گفته بودم که مثال همون کلمه چکن گفته بودم که از چکن یعنی پیچت از نقش بگیم که هر خیلی که پریوود کنی بر زبان با یکیش نقش میشه، با یکیش پیچت میشه، با یکیش نمیدونم با کدام زبانی که این چکن است در اصلش، یعنی چکن فقط جای ای علی شیدگی با تمام نقش اندازی. برای که من پرسیدم خیش تبارو را خولا را گذشتگی را گفتم بپرسینش، یعنی همون در نمد میموندن کیگیز میگن مادش مودا نمد میگن با تاجیکیش کیگیز میموندن مودا بعد کیگیز موندن دا گل میموندن پیش از او در او گل میموندن که گل برورن در همونجا. من یاد دارم این کلمه را پرسیدم از مادرم گفتم بپرسم این را، مادر من گفت بله همی است، نه که بازم از دیگرها پرسیده باز تصدیق کرد که همی است. و گفته که فلانی خالت فیرات که اگه قلقیش نمیگم باید توجیگیشتا پیریود میکنم. نه پنگلی چقر کسی شو که گیزده چکن لاینیگ دیده، شو که گیزده چکن لاینیگ میگفتن. یعنی که فلانی اپاتا فیرود که بیویا ما همی نماتا چکن کنیم، یعنی چکن گل اندازیم میگفت پیش
فقط در نمد این کلمه را استفاده می بردن. چی کردن ده من چی دارم در یادم است. میگفتن که bunu kesin çıkarlayın. Ay tane o pan kesin xışlayla şunu çıkarla koysun. Nas kadar mira gılan doktamona. Yani ki in kelime çıkan in Türkist in qalığı toza qalığı kelime است. اینم این کار کردن همیشه. یکی متاسفانه برادرای ما بگیم که همون دو کس نوشته اگه سه منبع دوران از همونجا بگیم که همین قپیدگی آوردگی این طرف کوشش کرده ایستادن. ببین امروزه من تاریخ ازبکستان تاریخ من نمیگم، یعنی که برای که از خودش است. یا تاریخ قزاقستان من تاریخ من نمیگم، یا که بگیم که در زمانی کاغناتی قلقو هزارها بگیم کاغناتی دیگه دهها کاغناتی دیگه بودم. چی با من خوارزم نمیگم که تاریخ خوارزم از ما است، ما ترکی هستم، خوارزم بابای ما است، خوارزم چای خوارزم خوی بابام است، ردنای خون ما است. یعنی چی با من این کارا نمیکنم؟ برای که من فهمیش دارم که یعنی زبان ترکی بدن قطعی اون معنای او را نداره، همش شوی مامای ما بود، همش بابای ما بود. یعنی این معنا را نداره، او ترکی زبانش، او تاریخی خیچه داره، تمدنی خیچه داره، مدنیتی خیچه داره، او زبان ترکی است. این همه سوختی و بدخشی هم که زبان پارسی است و معنای را نداره، همه ای تاجیکن. برای چی میچسبانی طرف و طرف؟ برای که اینا ریشه دارن و میخوان از ریشه یا منبع خودشون آب بتن و چرز ریشه منبع خودشون آب بتن، قویتر بقوتتر کنن. برای اون که این طرف اگر بگرده از خودش سر کنه ریشه نداره، منبع نداره از خودش سر کنه. از خودش سر کنه خب میگه دیگه این طرفش چیزی نیست. یعنی چی میگه؟ کی را بگه؟ همین نه استار چید که قراخانی ها زدن گرفتن ای دستش خلقا. نه 178 سال 76 سال خطا نکنم یا 78 سال کلان بگیم که منطقه سمرقند دست قراخانی ها ده بود. آخران پایتخت شد بگیم که یک چند سال هایتالی اینمی تاکسی اینمی قلقه میکنن. آخی خیلی برون اوس رازورات کن نه اینمی جا باید کنتا تو بودی پدرت نالد. اینم خیلی تاکسی اخمق بسیار است. خب بیاین دوستای عزیزم همین یک چیز از روی آداب و اخلاق میگن انصاف باید کار کنیم، اما از ریشتون گپ زنین. اگر که ما ریشه را بکشیم نمیدونم کسی که ترکیست و از ما هست، این دیگر عالم ترک تو حضرت آدم میوه از ما میشه و از ترکا میشه دیگر. یعنی همون روزی ترمینی خدت گرفتگی کی گرفتگی است. همین ازبکستان از یک طرف میگه فلانی ها در همون تاریخ های ما دخل دارن، نه که بیشتر کوشش میکنن از روزی ترمینی ازبک گپ میزنن از همین روز. یا که خیلی قزاقا میگن فلانی ها از ما هستن دخل دارن، نه که ماکسیمال کوشش میکنن از ترمینی همون پیدا شوی قزاق گپ زنن. یعنی یا که خیلی قرغزا، اکی قرغزا را دیگر گفت که همون گپا این همون از ازل نامش قرغز است و تو امروز داره قرغز است که چندم عصر ده ششم عصر ده وقتی که ششم عصر ولی سومونی را آتش بابوش ماماش خلا هیچ یک آتش بدنیو نیومده بودن این اولادای سومونیو. ششم عصر ده ششم عصر ما باینوش ده یا هفتم عصر بگیم اویغورا قطعی کاغنات قلقو جنگ میکنن. یعنی که خیلی اویغورا کاغنات قلقو قطعی جنگ میکنن، میشکنن کاغنات قلقو را. کاغنات قلقو رفته قطعی قرغزو جوراشیده اومده، بعد اویغورا را کاغنات چه میزنن میشکنن. دگنات کده استی؟ یعنی هفتم عصر ده اوچغوتیولی هیچ که تصور نداشت که سامونیون است میشوه
максимально ба кала бигире сомониёро арабо сохтан гуфти ҳамун гапо овардан то ҳамуҷара то ҷои лозимира аз балх то бухоро овардан. агар ин терминора мо дуруст истифода барем ва бигем ки бале дуруст аст иҷаш мо инкор карда наметонем, дар ҳолат дуруст мешавад. не ки кӯшиш кунӣ ки агар ки барои хитта намедонам агар кӯшиш кунӣ ки барои намедонам сохтани як чиз барои ман агар барои сохтани як чиз барои худам намедонам самарқандира бикашам чира хоразмира бигӯм ки хоразми аймо аст ё ки бизанам бирам намедонам каганати уйғура бигӯм ки каганати уйғур аз мо аст ё ки бирам намедонам замони як чиз дигара биёрам бигӯм ки аз мо аст. аз мо нест ё нест аз мо реально какой-то часть бигем ки дар мо ҳам таърихиш дахл дора нуки сӯзан барое ки турко як ҷо объединят шидаги ҳастанд вот те части которые объединяли это были наши времена какой-то наши времена были какой-то предки наши времена яъне ки ҳамон замонҳои авлодҳои мо аҷдодҳои мо гузаштаҳои мо кадом соло периодо мисол залатои арда дигар агар часто бигем не ки реально агар бигирем вақте ки тақсим бандӣ шидана тақсим шидана ҷавз шидани ёро бояд ҷудо кардан дар кор аст. намешавад бугӯи спитамен тоҷик буд биёри дар таърихи тоҷико бинависӣ бугӯи спитамен тоҷик буд. не инами иштибоҳи шумо аст. бузургтарин иштибоҳтон аст ки спитамен ягон пушташ тоҷик набуд ви тозира тоҷик нест ягон пушташ яъне суғдӣ ҳастанд. агар ҳами терминора дуруст бинависе ягон чи надора биги спитамен суғдӣ буд тоҷик набуд яъне ки суғдӣ буд форсӣ буд суғдӣ буд ки имрӯз мо якҷо ҳастем имрӯз якҷо ҳастем гап нест баъзара не ту гуфти ҳамун гапо дар ин чиз не ки ман ҳайрон ҳастам ки иқадар бигем ки ҳамон рашки шумо ки як калимара ман просто монда будам ки ман гуфтам хел просто ку шумо чӣ мегӯед просто ҳамон намегӯем ки бале ин калима калимаҳои туркист аммо ин калимаҳоро мо истифода мебарем хотире ки инҷа турко будан мо омадем баъдан ва омадем дар инҷа ҳамин калимаҳоро бигем ки сарбаландона мо дорем истифода мебарем. мо ҳам ҳазорҳо терминҳои тоҷикӣ истифода мебарем тоҷикӣ бигем ё порсӣ бигем мо ҳам дорем истифода мебарем. ягон ҷои чӣ надорад термин истифода бурдан аз ҷое ворид шид омад баъдан омад аралаш шид культураҳо аралаш шид забонҳо бигем терминҳо тоза шид. имрӯз дорад мисол дар тоҷикистон ё ки дар худи ҳамон терминҳои русӣ аст ждатка намедонам ин терминҳо омадан ворид шидан ку намегам ку интизор бош ман интизорат ҳастам ман ждатка дестам встречатка ин калимаҳо омадан кози нормал аст. ҳамчуноне ки дар замони худаш ин калимаҳои ота оча бобо мома бисёр калимаҳое ки ҳаст ки аз туркӣ даромада омад яъне ки омадан аралаш шидан қабул кардан. ин чӣ ҷои намедонам не ман як рӯз айти пеш будам не ҳама мисли ҳасан ҳусейне ки аз модар таваллуд мешавад ку кӯшиш мекунем ки ҳамун ҳасанш бошем ку не мо ҳасан шим шумо то ҳусейн ши ин намиҷа 15 дақиқа ман пештар будам. ин чира решат мекунад чира ҳал мекунад қабул кардан як калимаро ки ота оча бобо мома и халқи аст ки имрӯз хуҷандӣ ура истифода намебарад. барои чӣ? барое ки хуҷандӣ таърихиш кӯҳна ҳаст ё ки бадахшӣ истифода намебарад. барои чӣ? таърихиш кӯҳна аст. ино доштан ино истифода мебурдан. агар гарчанд иноро дигар турко ҳам гирифта бошад дигарҳо ҳам гирифта бошад ҳамун калимаҳои бигем ки кӯҳна яъне падар модар ҳамун забонҳои худошон дигарҳо мондан ино
این ترمینایی که اساسی هستند، پدر، مادر، بابا، اوچا، اینا کلمه اساسی برای انسان است. میدونید این واژنی ترمین است برای انسان، اوتا اوچا، یعنی که پدر مادر گفتن، پدر مادر گفتن. این بابا مثلا چی میگم، پدر بزرگ، مادر بزرگ یا بیبی، یعنی که بیبی هم این ترکی است. بابا بیبی اینم فکر کنم ترکی است. ترمینولوژی من افتالی میام کلمه بیبی شم. یعنی که این واژنی چیزی انسان است که مثال بدخشی را گم نکردن، سعودی ها گم نکردن، بخاراگی ها گم نکردن و امروز اومده بگیم که همون مردم جایهایی که این کلمه را استفاده میبرن اقرار شدن قین است که اینجا زمین قراخانی ها بود. ما اومدیم در اینجا استاستا پرسیلیت شدیم و اومده ترمین شما را قبول کرده، دیگر همین کلمه بگیم که ترمین شما قطعی استفاده شد این کلمه، یعنی واقع قدیمی زمین شما بود. ما اومدیم در اینجا همین اقرار شدن قین است. من خریطه قطعی دکازتون کردم، تاریخ قطعی دکازت کرده استودم، تمام چیز قطعی. یه بچه شما 90 سال سامانی بده نبود دولت کدگی است، همین را تمامی دولت داریش از اتویه به جنگ زشتگی است. رشیرین دولت و گمشیدن دولت این نیست که کلچه و قلمه قطعی سامانی دولت کرده باشه، کلچه و قلمه قطعی نابود شده باشه. یا دولت 90 سال دولت داری میکنه، این 90 سال در رشیریت این گم میشود. این وابشه کوتاه هست که تیز کلان شدن و تیز گم شدن. میفهمی؟ یعنی این معناش همش جنگ بود. از آغاز جنگ سر چید تا جای رفت، جنگ قطعی اومد نابود شد. خلاص در اینجا یگان بگیم که رزویتی کلتور یگان چیز کلان شدن نمیتونه شود، مایده مایده میشود. برای که ایرا وین هیستوریکو را پرس جنگو را میگه که یعنی که او جنگی که رشریت دولت میشود و جنگی که او دولت میویا گم میشود، یعنی که معنای را داره او دولت پیشروی کرده نمیتونه. یعنی او دولت دائما همون بودجهش چیش در جنگ در وین رسخود میشود. چرا از جنگای سومونی نمیگن کجا را جنگ کرده بود؟ ولی ما میمونم جنگای سومونی را از کجا تا کجا، چند روز چند سال قطعی جنگ کرد، چند سال در کجا جنگ کرد، یعنی که همون دولت از پیدا شویش. یعنی چرا ایرا نمیگین شما؟ ما نمیدونم گل بدیم، گلزار بدیم و باغ بدیم، لالازار بدیم و بلبلا در چمن ما چمن بلبل میزد. ای بچه از اول تا آخر جنگ بود. ستارت خطی قراخانی ها 300 سال دولت کردن، 300 سال جنگ کردن. خطی دولت مستقل از خود چون بود، از دیگر طرف ها دایا حمله میکردن، میزدن، زشته میکردن، میستودن. 300 سالی دولت داریش جنگ بود. میفهمید؟ برای همون او کدامی که برای شما نوشته دادگی است و تاریخ، بله او فقط برای خودش گرفتگی است. او موزوره مایه همین گفتی همون گپو همین قدره که دیگه شوه کو میگه خدا است پیغمبر بعد ما خلاص دیگه انسان ها وجود ندارن در دنیا. برای همه کم ترکک از دیگر من با هم موزیم و بیاین بعد شروع. امروز چکن هم اومدین میگین ای بس ای بس به اثباتی گپ گپ زدن، ایزو از شرم است که بگوی از من است. میفهمی؟ امروز کلمه اوتو چرا آورده بگین که نه این کلمه از عربی ات گرفته شده، اچ گرفته شده، اوتو چه شده، اینم شرمندگی است. کلمه بابا ماما اوتو چه این ترکی است، قبول کنین اخی چی زورتون میاد قبول کنین. یعنی کلمه زیبای پرسی قطعی است. پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادر. یعنی چرا اینقدر کلمه های زیبا هست؟ یا که بگیم که سلام میگن، درود، کلمه پرسی زیبا، ولی فردا ما بگم همین درود قلقی است که بعد میبروین نه ای ماست، چرا استفادهش نمیبرین از شما باشه؟ یا که پدرود یا پدرود. Определяться کنین جانی بابا، определяться کنین.
چه موضوعی که ولی من میدونم بعضی انسان اول در کامنت ها میخندن، بعد او میبروی قطعیت گفت که همون گپو بعد رقابت میکنه، بعد رقابتش به جنگ میگذره. ولی خاموشاش از در این مسئله ها، ولی خاموشاش هم کلوچت میشون. او زیر عین حال دارن وجه استاتیاشون، اما استاتوسوی بگیم که یک قدم پیششون قشیده استودن در این مسئله، ولی اولیناش هم اومده در این مسئله قش میشون. میفهمم این چیزا را. این خودش همون مسئله همون خیلی است. نه که در پیش حقیقت بگیم که هیچ که راست استوده نمیتونه. گرچند اگر هزار دروغ بگوی، شیطانی کنی یا نمیدونم دیگر چیزا را بیاری. من تاریخی که به شما گفته استودم، پرتفته استودم، ایرا یگان بابای قلق نوشتگی نیست. اگر که ایرا یک قلق می نوشت، من سمنیبت سمی کردم که شاید این برای خودش نوشتگی است، شاید در اینجا وگد نکدگی است. یعنی نوشتگی قلقا را هم از سوختگی نابود شده رفتگی است، اما درد دادگی هم سوزوندگی هم نابود کدگی است. بعد یک برادر گفته است که در من در کامنت که چرا تو تاجیکی می نویسی و تو با حرفای قلقی خودت بنویس. برادر عزیز، حرفای تاجیکی در دنیا وجود نداره، اصلا وجود نداره حرفی تاجیکی. این حرفی که امروز ما می نویسیم، تو می نویسی، من می نویسم، امروز در دنیا یک چند حرفی هست که یعنی کلی انسان ها را استفاده میبره. این مربوط به این کریلیکی است، یکی ما می نویسیم کریلیکی است، این تاجیکی نیست. این ما تاجیکی صدا میتیم، این منوی را نداره، این تاجیکی است. این همی چیزا از فردا این همی کریلیکی را میخیزن میگن که تاجیکی بود، برای که فهمیشی همین که الفابیتی تاجیکی ولی وجود نداره. این را مردم نمیدونه، نداره. نه که سوغدی هست، سوغدی هست، بدخشی هست. الفابیتی بدخشی است، الفابیتی سوغدی است و الفابیتی قلقی هم است، رونی، که امروز او را آبشی کرده، رونی ترکی رونی کرده استودن. من طرفدار هستم آبشی کنن، رونی کنن و بگیم که ما از او استفاده بریم. ما الفابیتوی همون قدیمه بابیگی و خدامون باشه بنویسیم. من نمیدونم چه قدیمه خوارزمی باشه، چه قدیمه، اما اینو دارن اینو. خیلی بگیم که بدخشانیو من تاریخ نگاه کردم، حتی که حساب همون حسابی خیدشو ندارن، حسابی بدخشی یعنی خیدشو ندارن. 1 2 3 4 نیست، از اونا دیگه خیلی است حسابشون، حسابی خیدشو ندارن. این نشانه ای است که انسان ها ریشه قدیم دارن. اما گفتم که یا حق دارن بگن که ما تاجیک هستیم، یا حق دارن بگن ما تاجیک نیستیم. هیچ که یا را مجبور کرده در تاجیک نوشته. یا که یک آدمی که من امروز مثال گیرم، من امروز یک ملت تشکیل میکنم و راستی خودم مثال عادی نمیدونم بیا لبای ملت میرم خدمت در بدخشانی ها میچسبونم و تمام تاریخ بدخشانی ها را میارم در ملت خودم مینویسم. چه خیلی میشه همین نظر شما؟ چی میگن شما؟ میگن تو دیوانه ای، تو بدخشانی را تاریخ میاری در خودت مینویسی؟ خیلی توغری میشوه؟ نمیشوه. عینا شما همی کار کرده استودی که نمیشوه. نمیدونم قصه تمام قصه گذشته بدخشان که و بدخشی ها داخل داره، بگیریم بگن که یا تاجیکا بدن، تاجیکا نبودن. این ترمینی تاجیک بعدم پیدا شد. میفهمی نمیره؟ این توغری قبول کنید. اگر که همون من میگم کل من بسیار میمونم در فیسبوک بدروین که همون خفه نشین، همون یک کار کنین. اگر که سخت اگر که من در همون قرتختان اومده رسیدگی باشم، دست جمعونه در اروپا جلبه بنویسین. اگر چی شود که بگین که این تمام زندگی ما در خطر آمد، ما که یک امام علی را خطر گفته بودیم، از امام علی خطر بده است، امام علی که ما را توجی گفته جمع کرده، این تاریخ ها را آشکار کرده، گذشته ها را گفته. یک خط کنین در اروپا که چی کنن، یعنی اگر چی شود، یعنی بگین خط کنین در اروپا بنویسین که قلق خطر داره در ما. خلق تاریخش آشکار کرده است، ما را بگیم که ما دا معقول نیست،
ما میخوایم در اینجا فقط تاریخ تاجیک باشه، دیگر تاریخ داخل نداشته باشه. برای خط کنیم. امروز دوستات، امروز آن دوستانی که برادر جان میگفت، برای که خاطر آن من قلق گفته تاریخ ما برآوردند، دشمنی مشیدگی هستند. از هم که برآمدگی دشمن نمیدونم با کلمه های حالی که ما او را نامش گرفتگی نیستم، تنها من از تاریخ ماندگی هستم. مرا نمیدونم قنگرات، پدنالات، اوچانالات، هر چیزی که دادنشون اومد بعضیش نوشته ایستادن. در پیشم اکا استانایف میگفتگی انسان ها. میدونین برای چی؟ تو چندی که اگر تو ادب نباشی برای اینا، یعنی که تو امروز کاری میکردگیم دفاع از اینا بود. برای در پیش ما اکا استانایف میگفتن من امروز دفاع از هویت خودم کردن ده، ولی که ما اینا را هیچی نگفته بودم. همش خستن که تو چخلی، تو نیستی، تو کوچمانچی، تو مغولی، تو منگولی، تو فلانی، تو اینایی. من نمیجا فهمیدم که بلبل منگول و مغول، بلبل دیگر انسان ها از انا همین خیل بدگی هموطن بالاتر بدست. میدونی؟ برای اون که من برای گفتن تاریخ خودم، اینا برای من کوشش دشمنی یا نمیدونم دیگر کار کنن. امروز که این قرض ما یا قطعی ما برادر جان بده است، خاطری که ما از تاریخ خود گپ نمیزدیم، چی دروغی اینا بگن ما قبول میکردیم. ما را کوچمانچی میگفتن قبول میکردیم، به خونه و به در میگفتن قبول میکردیم، ما شما را راه دادیم نمیدونم پریوتیت کردیم، ما قبول میکردیم، ما خب بدیم. من بعضا وقتا میگفتم که مردم بدخشان واقعا میگفتم میگم همه چی در کورس دارم مردم بدخشان، ما همه دوستانه نمی زندگی داریم که نه مثال ما قلقیم تیمبولی یا تاجیکن، ما کو قلقیم، یعنی چی بای نمی کم بودی میشیده باشه و خیلی ما قلق و نرمال زندگی داریم که میگفتم بعضا وقتا هم خیلی. امروز من همون چیزا در شکر خودم چستوید کردم که دوستای نزدیکترینم برای یک تاریخ ما گفتن که ایجا نه خیلی به دست تاریخ گفتن خیستن با ما دشمن شدن. یعنی انسانایی که اکا میگفتگی انسانو حاضر علاج ندارن، اگر علاج داشته باشن بینم تمام دنیا با زمین و آسمان میگم قسم، اگر حاضر علاج داشته باشن، اگر کشتنیم نیویم که چیزی میگوی بگو. یعنی امروز چهرهاشون آشکار کردن انسان ها امروز چهره راش. فردا پپراوید که سوخت بگو که این تاریخ از ما است، اگر در شما دخل نداره ارمیا در سوخت ندارن در روی ما توف کنی. یعنی این چیز این همیجا معلوم شد، یعنی اینا هیچ چیزا با کلا گرفتن نمیخوان، یگان چیزا اصل با کلا نمیگیرن. من همین قدر فهمیدم که اسناداش خطی میمونی که اینا سایتو اینا منبع ها بدرو نیده اونم گپی خودش ای از ما است شما کوچمانچین، در جایی که من تحقیر نکردم، من پروستا میگم همین چیز است، خیست از در پایان تحقیر دگذشتگی است یا نمیدونم مسخره کردگی است، نمیدونم این فلان شاگردی کی بود، شاگرد رجب طیب اردوغان. یعنی که کوشش میکنن کلاونی کنن ایاتویت بگریزن، اکثر جای کلاونی قطعی میگریزن. وقتی سیاست داخل شدی جای کلاونی نیست دیگه کلاون شدن در کار نیست در اینجا. اگر جوابی کلاونی نوشتنی هستی برای در سیرک در اونجا بازی کن. اگر منبع اتویت فکت اسناد قطعی سیاسی نوشتنی هستی سیاسی نوشت، انسانی نوشتنی هستی انسانی، کلاونی تمیره در خانه تون بکنین. در تای منبع ما کلاونی نکنین. من خاطری که یکم دوستی داشتم بلاک تو نکردم نباشه، اما تا بلاک میکردم کلاونی کردگی را. من فقط موندگی هستم، یا که من بدونم در تای کامنت های شما، دعوارای شما، پست های شما هم خیلی کلاونی کنم بگردم. روی همو دوستای عزیزم سلامت باشین، پروستا روتون نشان دادین که بدگیتونه. من امروز درک میکنم مردمی بدخشان، ریال نه درک میکنم. من امروز میفهمم این چیزو را. خدا و پیغمبر تو نگهبان.